موهای قفا را تراشیدن جایز است یا نه؟ خب سنت به جا می آید. گوش انسان هم زنا میکنه، زبان انسان هم زنا میکنه، دست انسان هم زنا میکنه. نام و نسب را عوض کردن آیا در شریعت اجازت هست یا نه؟ درست هست؟ موی جانب قفا را انسان به سبب چیندن شهوت در انسان زیاد میشه. یعنی این زنهایی که امروز یعنی لیچو چقدر برهنه کردگی هستن تماشاشون میکنه. یک جوانی هست که یک زنی زیبایی دارنده او را دعوت میکنه که بیا با من زنا کن. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملای عزیز، خب موهای قفا را تراشیدن جایز است یا نه؟ خب سنت به جا می آید. اکنون اصل موی جانب قفا را چیندنش سنت است، ولی فقها میگویند که دو اعضای هست که جای نازک هستند، یکی یعنی جانب قفا، یکی تگ کش. اینها برای خصوصا برای انسان‌های سال رفته و کلان سال یا اینکه برای انسان‌های بیمار براشون حرجش، براشون مشکلی و دشواری است که یعنی همین موهاشون چینن یعنی کنن. برای اینها البته را شریعت اجازت میده، میتوانن که یعنی تراشن. با تراشیدن هم سنتیشون به جا میآید. اما با سبب چیندن روزهای گذشته گفتیم که فایده ها داره. موی زیری یعنی تگ کش وقتی انسان چینه کنش با سبب چیندن بویش نابود میشود و چشمهای انسان روشن میشود. و موی جانب قفا را انسان با سبب چیندن شهوت در انسان زیاد میشه، یعنی قوت مردانگیش زیاد میشه. حکمت داشته یعنی خوبی فایده داشته. به این خاطر جناب پیامبر یعنی اینها را چیندن گفتم. نباشه با سبب تراشیدن هم تازه کردن هم سنتیش به جا میآید. برای انسان‌های معذور اجازت درست است. اما انسانی که اگر یعنی توانه یعنی چین موی تای کش کندن و جانب قفا هم کندن چیندن براش بهتره. موی زیر نافه تراشیدنش براش بهتره. این برادرها شما رو از مسکو و مسکوسکی اوبلاست گرفته با ماشین‌های خود با گرانیسه قزاقستان بردن میآورند. برای همه خودی حاضر با نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنه. یک جوانی هست که یک زنی زیبایی دارنده او را دعوت میکنه که بیا با من زنا کن، بیا من تماشا کن، بیا با من یعنی عیش عشرت داشته باش. این جوان به سوی اون زن میگوید که من از خدا میترسم. یعنی از ترسی خدا این زنهایی که امروز یعنی لیچو چقدر برهنه کردگی هستن تماشاشون میکنه، این جوان از ترسی خدا را تماشا نمیکنه، از ترسی خدا را با او زن یعنی نزدیکی نمیکنه، با او زن نیت و فکری بد نمیکنه. این جوان هم در روز قیامت خداوند در سایه عرش جا میکرده است. برادران بزرگوار من، ما یک چیز فراموش نکنیم. امروز اکثر مردم ما فکر میکنن که فقط حرام و گناه زنا هست. زنا فقط یک نوعی نیست که همون دو آلت با هم دیگر یک جای شوند. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که چشمهای انسان هم زنا میکنن، گوش انسان هم زنا میکنه، زبان انسان هم زنا میکنه، دست انسان هم زنا میکنه. وقتی پرسیدن گفتن یا رسول الله چی نوع؟ گفتن زنای چشم نگاه کردن است. او تماشایی که به حضور تماشاش میکنی انا مرا جناب پیامبر زنای چشم گفتن. وقتی به زبانت به لهجه حاضره گوییم وقتی گپش میتی با او صحبت میکنی این زنای زبان میشوه. با دستت وقتی دستش میخپی یعنی یک اعضای بدنش میخپی جناب پیامبر گفتن این زنای دست میشوه. اینها همش در شریعت حرام. خداوند در قرآن وقتی ما را از زنا معن میداره رب العالمین میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. میگه با زنا قریبی نکنه. مفسرین میفرمایند که جا پروردگار امر نکرده است که زنا نکنه، اینجا امر کرده که قریبی به زنا نکنه. قریبی کردن به زنا انمی عملهای گفتیم اینا هستن برادر عزیز که زنا بسیار راهی فحش است، راهی بی آبروگی است، راهی خاری است، راهی بی قدری است که والله قسم آخر این شخصیت خار میگردونه، بی قدر بی برکت رسوای دنیا و آخرتش میکنه. جوانی که یک زن دعوتش کرده از ترسی خدا به سوی او نگاه نکرد و گفت من از خدا میترسم، این جوانم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش در سایه عرش خودش جا میکرده است. چه برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملو جان، نام من خب نسبی نام و نسب من خب اشورالی لقای بود. وقتی من دانشجو شدم بچه ها
مرا مسخره میکردند و بعدا من نام و نسبم را دکمتلنی یوسف جان خب عبدالحلیم زاده گذاشتم. بعضی شخص ها گفتن که تو کاری نادرست کردی، یعنی اسراف کاری کردی. داملا جان آیا من کاری خطا کردم؟ خب داملا جان من شما رو به خاطر الله دوست می‌دارم. خیلی سنش دعا از خداوند در برابر محبت دوستی تو برادر عزیز برای تو اجر ثواب زیاد نصیب بگردانه و همو جوابی که پیغمبر بزرگوار میگفتن ما هم برای شما گفتنی هستیم که لقد احبک الذی احببتنی فیه. همو اللهی که به خاطرش بنده نالایق دوست می‌داره همو الله شما را هم دوست بداره. هر انسان وقتی برای ما اظهار محبت کرد، برای هر شخصیت مسلمان براش لازم و ضرور است که این دعا را داشته باشه، اگرچه به زبان تاجیکی باشه. وقتی یک انسان مثلا ما را میگه که من تو را به خاطر خدا دوست می‌دارم، برای انسان ضرور است که این دعا را براش داشته باشه که همون خدایی که به خاطرش من دوست می‌داره همون خدا تو را دوست بداره. لقد احبک الذی احببتنی فیه. این دعای جناب پیغمبر، اینم سنت است. اکنون سوال برادرمون چنین است که نام و نسب را عوض کردن آیا در شریعت اجازت هست یا نه، درست هست یا نه؟ اصل نام هایی که معنای خوب ندارن، مثلا بعضی نام ها را جناب پیغمبر نهی کردن، از آن جمله نام های تلخک و نام های قنغز و نام های جنگی و بعضی نام های هستن که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، گفتن معنای خوب ندارن. همون نام ها را البته در شریعت اجازت هست برای عوض کردن، برای دیگرگون کردنشون. مثلا نام هایی که معنای خوب نداشته باشن، اما نام هایی که اگرچه مثلا شرعی هم نباشن، کتابی هم نباشن، ولی معنای خوب دارن، این نام ها را حاجت نیست برای عوض کردنشون. یعنی در شریعت اجازت هست برای نام دیگرگون کردن، عوض کردن. اینجا یک مادر محترمه سوال کرده که سلام علیکم داملا، من زن هستم، همسایه های خب همسایه هایم مردم روس هستند. من هنگامی که به صدیق رفتن مردهای همسایه به من سلام میدهند، من جواب نمیدهم. خب برای که آنها نامحرمند من گناهگار میشوم؟ خب یا نه؟ التماس جواب گید. مادری محترمه شما گناهگار نمیشه. اصل سلامی زن مرد جواب گفتنش اگرچه مسلمان باشه و محرمش باشه، یا اینکه سلامی مرد زن جواب گفتنش، این حرام است. در شریعت معنی هست اگر زنها ما را زنهای نامحرم، البته زنهای خویش تبار باشه ضرر نداره. زن نامحرم و زنی که برای ما بیگانه است ما را سلام داد، علیکی وی گرداندن حرام است، یا اینکه برای به سوی زنهای بیگانه سلام دادن، این در شریعت معنی نادرست است. یک. دویم مسئله این که انسانهای غیر مسلمان ما حق نداریم که السلام علیکم بگیم، یا اینکه وقتی اونها سلام گفتن ما حق نداریم که و علیکم السلام بگیم، چون که سلام این رحمت ها و تمام نیکی ها و خوبی های پروردگار است. این لایق شخصیتی یعنی بدین است. اونها را بهترش همین است که به همو زبان خودشون یا از درستشون بگه یا از دراوشون بگه یا همین لحظه و لهجه های خودشون سلام شو که براش بهتره، چون که سلام برای غیر مسلمان گفتنش در شریعت معنی نادرست است.